زبانزد این منطقه تاکید کردند. ارسباران جزو مناطقی است که مردمش معروفن به رشادت. اصلا اینجوریست منطقه ارسباران، یه چنین خصوصیتی داره. البته همه آذربایجان همین جوره. غیرت آذربایجانی و همت آذربایجانی که در سالهای دفاع مقدس هم خودشون نشون داد، قبل از اون در انقلاب خودشون نشون داد، تا امروز همیشه خودشون نشون داده، اون به جای خود محفوظ. اما منطقه ارسباران هم این منطقه دارای خصوصیتی است در این جهت که خب حالا این مردم عزیز دچار این حادثه شدند و هست دیگه. این حوادث به قول مرحوم شهریار دنیا قضا و قدر ölüm itimdi. Dünya boyu oğulsuzdi, yetimdi. نگاه کنید زیاده، oğulsuz da çoktu، yetim de çoktu و همه دنیا پر از این حوادث. در حال این قضایا پیش میاد و امیدواریم که انشالله خدای متعال به همشون صبر بده و استقامت بده و بتونن انشالله دنبال بکنن.